یک اتفاق دیپلمات‌های دنیا را شوکه کرده. نمادی از فرهنگ و تمدن ایرانیان حالا جلوی چشمشان قرار گرفته. آن هم درست در وسط محوطه‌ای که دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنجاست. 4 طاقی که در زیر هر طاق آن یک دانشمند ایرانی نشسته، با رایزنی 2 ساله نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین مجوز نصب گرفته و با حضور دیپلمات‌ها رونمایی شده. ابوعلی سینا فیلسوف و پزشک، زکریای رازی پزشک شیمیدان کاشف الکل، ابوریحان بیرونی ریاضیدان منجم کاشف گردش کره زمین و عمر خیام شاعر ریاضیدان و طراح فرمول مشهور پاسکال در زیر این 4 طاقی به چارگوشی جهان نگاه می‌کنند. شاید به تکثیر علم خود در چارگوشی دنیا خیره شدند. برای من خیلی جالبه که در سازمان ملل ما تندیس‌های دانشمندان ایرانی رو می‌بینیم. با دیدن این مجسمه‌های دانشمندان مشهور ایران، علاقه من به دانش و فرهنگ این کشور دوچندان شده. اینجا خیلی قشنگه. 4 طاقی مشاهیر ایرانی که کوشک نخبگان لقب گرفته توسط پیکرتراش ایرانی محسن گلستانی و با استفاده از سنگ‌های تخت جمشید ساخته شده. من از قرار گرفتن این اثر در اینجا احساس غرور می‌کنم. برای من که از مصر آمده‌ام، کشوری که سهم بسیاری در تاریخ و فرهنگ اسلامی داشته و بسیاری از محققین اسلامی در آنجا زندگی و فعالیت کردند، این امر مایه افتخار است. 6000 کارمند این سازمان‌های بین‌المللی روزشان را با عبور از کنار کوشک نخبگان آغاز می‌کنند. گردشگرانی هم که هر سال برای دیدن سازمان ملل به وین می‌آیند، با این نماد آشنا می‌شوند. من برای اولین باره که به سازمان ملل در وین اومدم. برای من بسیار جذابه که مجسمه دانشمندان مشهور ایران رو در اینجا ببینم. به عقیده من علم و فرهنگ ایران همیشه غنی بوده.